دانشجو دکترای گیاهان دارویی هستم. ما خودمون توی مزرعه‌ای که داریم کشاورزی انجام میدیم. مادرم در واقع مدیریت این کشاورزی رو داره. مادرم مدیر بازنشسته بوده. بعد از اینکه بازنشسته میشه توی زمین کشاورزی محصولات ارگانیک رو ثبت میکنه. محصولی که داریم زعفران هستش که فقط مختص به کرمانشاه نیست. محصول رو از مشهد آوردیم، ولی خب تنها کسی هستیم، جز اولین نفرایی هستیم که توی کرمانشاه این محصول رو ثبت کردیم و برند ارگانیک داره. در واقع گل محمدی هستش، آلبالو، آلو، اینا محصولای ماست. مامانم خیلی سعی داره که حتما از خانم هایی که بد سرپرست هستن یا سرپرست خانوار هستن به عنوان نیروی کمکی استفاده کنه، برای اونا که اونا هم شوق بده به این که خودشون مستقل باشن، بتونن خودشون کار کنن و یه درآمدی داشته باشن. محصولات ما توی کرمانشاه هستش. همونجا توی مزرعه محصولی که به دست آوردیم یه جایی شرکت داریم، توی اون شرکت بسته بندی میکنیم محصول رو و بعدش همونجا به فروش میرسونیم. این جایی که هستیم برای معرفی محصول اومدیم که محصولمون رو به عنوان محصول ارگانیک 100% ارگانیک بدون هیچ کود شیمیایی به اینجا معرفی کنیم که بتونیم محصولمون رو به فروش برسونیم و عزیزانی که اینجا هستن بتونن استفاده کنن ازش. هیچ مواد نگهدارنده‌ای ندارن، برند ارگانیک دارن، یعنی اینکه آزمایش میشن، حتما میان از طرف اداره کشاورزی زمین ما رو، محصول ما رو حتما آزمایش میکنن و بعد به ما اون برند ارگانیک رو میدن، به خاطر اینکه محصول هیچ گونه کود شیمیایی نداره اصلا. مردم اینجا، ما چون جز اولین کسایی هستیم که زعفرون رو اینجا آوردیم، مردم خیلی اطلاعی در مورد خواص خوب زعفرون نداشتن. وقتی که معرفی کردیم محصول رو، سری های قبلی که اونجا توی نمایشگاه بودیم همه ما رو میشناختن و می اومدن از ما خرید میکردن، چون که ازش استفاده کردن، دیدم واقعا تاثیرهای خیلی خوبی داره برای فشار خون، برای قلب، درمان ضربان قلب رو خیلی تنظیم میکنه. کسایی که قند خون دارن از اینا رو همه درمان میکنه. کسایی که برای زیبایی کرم‌های زیبایی استفاده میکنن، پوست و دور چشم، از همه اینا میشه خوب استفاده کرد، چون ماده مؤثره خیلی خوبی داره. تحصیل یک مرحله از مستقل شدن برای هر آدمیه و مخصوصا برای خانم ها حتما باید به فکر مستقل شدن باشن. خیلی اون زمان قدیم بود که زن به مرد تکیه میکرد، اما الان خودش خیلی توانایی ها داره که میتونه از توانایی خودش استفاده کنه. بعد از اینکه درس تموم شد حتما ببینه چه هدفی داره توی زندگیش، چه چیزی براش مهمه، به چی علاقه داره، میتونه با چی کسب درآمد کنه، دنبال اون موضوع باشه. مثلا مامان من وقتی که بازنشسته شد این نبود که دیگه توی خونه بشینه کارهای خونه رو انجام بده، دنبال هدفهاش رفت. خیلی خانم ها رو استخدام کرد، اونا رو آورد پیش خودشون که بتونه از اونا هم استفاده داشته باشه، که بتونه اونا هم شوق بده به این که بتونن اونام در واقع محصولشون رو به این توانایی یک زن برسن، بدونن که یک زن میتونه توانایی هایی که باید رو داشته باشه. در شرکت چشم ماه به عنوان مدیر فروش شرکت منطقه، محصولات چشم ماه خیارشور ترشی، رب، زیتون و انواع ترشی هاست که تولید در شیراز. محصولات با کیفیت و خوبی داره. در نمایشگاه آرکوفود سلیمانی شرکت کرده. محصولات صادرات انجام میشه و تو صادرات کار میکنیم. کارخونه و تولید در شیراز هستش. محصولات خود شیراز از باغ‌ها و چیدمان میشه و تولید میشه تو همون کارخونه شیراز. زنها کار میکنن تو کارخونه ما، فعالیت دارن، تولیدش دست خودمونه. از چیدمان تو مزرعه محصول رو میچینم، تمیزکاری و شستشو و بسته‌بندی تا فروشش. تو کردستان اگر نماینده‌ای باشه که بتونه محصولات چشم ماه رو بگیره و فروشش رو انجام بده، ما خب هم به نفع شرکت چشم ماه هستش، هم به نفع مردم. محصولات خیلی خوش‌طعم با ذائقه مردمای کرد سلیمانی تولید میشه.
زمانی که صادرات انجام میشه برای عراق و شرکت همسایه ها، کشورهای همسایه، خب تولید ما بیشتر میشه، ما میتونیم کار کنیم. مردم عراق هم خب مصرف کننده و میتونن که در کنارش چند تا فروش دیگه انجام بدن. نمایشگاه باعث میشه که خب اقلیمی که میان از ترک، بالاخره اروپا، ایران همدیگر رو بشناسن و محصولات همدیگر رو بشناسن و ببینن، آشنا بشن، هم برای خریدش هم برای فروشش. و بازدید کننده ها مردم ها و نماینده هایی هستن که میان بالاخره میبینن محصول ما رو و برند میشه.